سگمو کجا میبری؟ چند نفر دیگه بودن، شبیه هم دیگه، انگار خانواده‌اش بودن. یارو یه زیرزمین با پر از جنازه داشت. فکر کنم رفت. اما نمیدونستم که یه مزاحم هم اینجا هست. ای مادرت. ای بابا برو کاریت ندارم. برو به کسی نگو من دیدی یا برو. ای بابا برای اینکه لو نرم تصمیم گرفتم بچه‌شو بیهوش کنم و قایم کنم. چیکارت کنم حالا من؟ بذار برات گردونم. من که بهت همون اول گفتم برو که. تا زمانی که بچه‌شو پیدا کرد من دور شده باشم و نتونه منو پیدا کنه. فعلا همینجا بمون تا من این چند روزی برم دور بشم اینجا. بچه‌شو همونجا قایم کردم و رفتم سمت خونم. ولی چون میدونستم اولین جایی که میاد خونمه، پس تصمیم گرفتم برم سمت یه ویلیجی که چند روزی اونجا بمونم تا آبا از آسیاب بیفته. برم ویلیجی چیزی پیدا کنم فعلا چند روزی اونجا بگذرونم. هر روز توهمو میزدم که یارو انگار دارم میبینم. چی بود؟ انگار داشتم مغزمو از دست میدادم. اون چند وقت که تو ویلیج بودم هر شب صدا از ویلیج‌های دور اطراف میومد. انگار هنوزم دنبالم بود. خب خیلی خوب. صدا چیه؟ هر روز که میگذشت اتفاقات دور اطرافم عجیب‌تر میشد و صدا هر روز نزدیک‌تر میشد. چرا یه سر صدا میاد؟ پس تصمیم گرفتم خودمو قوی‌تر کنم و یه تفنگ چیزی بسازم برای خودم تا بتونم از خودم دفاع کنم. برای خودم یه اسلحه‌ای ساختم و تصمیم گرفتم برم سمت خونش که برای همیشه خیال خودمو راحت کنم. خیلی خوب. الان دیگه نوبت منه. وقتی به ویلیجی رسیدم که بچه‌شو تو اونجا قایم کرده بودم، دیدم که تمام ویلیجرها رو کشته. یعنی چی؟ در و دیوار پر از خونه‌ها خراب شده، حتی حیواناتشون هم کشته. پس منم برای اینکه نشون بدم ازش نمیترسم، تصمیم گرفتم یه کاری بکنم. بچه‌شو بکشم. راه افتادم برم سمت خونه‌اش که با دوربینی که داشتم از جنایتایی که کرده عکس بگیرم. نوبت منه جمع کن. ولی وقتی رسیدم اونجا دیدم یه خونه کاملا عادیه. اصلا انگار هیچ اتفاقی نیفتاده. یه خانواده عادی اینجا زندگی میکنن. چرا همه چیز معمولیه؟ غذای چی؟ اینم حتی چی توش نیست. حتی یه نشونه هم نذاشته بودن. پس چجوری؟ چی کارشون کرده اونا رو؟ اب نداره عکسی گیرمون نیومد ولی خودتون که گیرمون میای. تصمیم گرفتم یه تله‌ای تو خونش بسازم که خودشو گیر بندازم. وقتی که داشتم تله رو تکمیل میکردم یه اتفاقی افتاد که فکرشم نمیکردم. خب خیلی خوب. الان وقتی بیاد گیر میکنه به این بعد صدا در اومد. اون با یه ضربه منو بیهوشم کرد و وقتی به هوش اومدم سر یه میز ناهارخوری بودم با یه آدم جدیدی که تا بال ندیده بودمش. غذاهایی هم که رو میز ناهارخوری بود غذاهای عادی نبود. چشم انسان و مغز و قلب انسان بود. از ترس دوباره بیهوش شدم. ولی این بار وقتی به هوش اومدم توی اتاقی بودم. یه رادیویی سمت چپم دیدم و میتونستم با اون ارتباط بگیرم. ولی رفتم و قبلش مطمئن بشم که کسی فعلا بالا نمیاد. رفتم سمت رادیو تا با فرکانس‌های مختلف بتونم با یکی از بچه‌ها ارتباط بگیرم. خب الان فقط کافی فرکانسشو پیدا کنم. الو 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 متین تویی؟ باید چیزایی به توضیح بدم. متین الو صدا میاد؟ میدونم خودم همه چیو میدونم. آروم باش. میشنوی صدامو؟ آره تا حرفی که میگم گوش کن. فرکانسمو همین نگه دار تا بتونم جاتو پیدا کنم. وایسا صدا میاد. تونستم با متین ارتباط بگیرم ولی وسطای حرفمون بود که یهو صدا پا شنیدم. خودمو زدم به خواب. دیدم که یارو اومده ببینه من به هوش اومدم یا نه. از پله‌ها رفت بالا. پله‌هایی که تا الان ندیده بودمشون. اینجا پله داشت رو به بالا؟ من چرا ندیده بودم؟ این بالا رو چرا ندیده بودم من؟ تصمیم گرفتم برم بالای سرگوشی به آب بدم ببینم چه خبره. چیزی هم نیست اینجا. چرا انقدر عجیب غریبه؟ یه چاقو توی چسی پیدا کردم و میدونستم که الان میتونم از خودم دفاع کنم. اما وقتی داشتم به چاقو نگاه میکردم ببین
با 1000 بدبختی تونستم بکشمش. رفتم بیشتر بالا رو بگردم، شاید چیزی تونستم پیدا کنم. اوه یه رادیو دیگه، فرکانس 74. الو متین هنوز صدامو داری؟ ببین با مرتضی داریم میایم. فهمیدم متین و مرتضی تو راه اینجا تونستن منو پیدا کنن، ولی من قبلش برام سوال بود که متین چطوری میدونست که من اینجام. تو راه پایین اومدن دیدم که یکیشون متوجه شده من نیستم و فرار کردم. اوه اگه منو ببینه بهش برای اینکه به بقیه نگه تصمیم گرفتم یه کاری بکنم. اگه حمله میکنم. چند تا ضربه بهش زدم ولی منو زد و من بیهوش شده بودم. اما وقتی به هوش اومدم دیدم که اون مرده. من اونو تونسته بودم بکشم، از خونروزی مرده بود. به راه هم ادامه دادم و رفتم پایین. اینها زیر پله بودم که یه راه مخفی پیدا کردم به اون سمت. از اونجا دیدم یه زیرزمینی دارن. یه چاه فاضلاب مانند دیدم. گفتم بهترین راه برای فرار کردن به بیرون همینجاست. رفتم داخل، شدیدم توش پر از جنازه است. انگار همه جنازه‌ای که تو خونش قایم کرده بود اومده ریخته تو اینجا. اینجا چه خبر بوده؟ توی زیرزمین خونش داشتم قدم می‌زدم که چستی دیدم. یه چس؟ توش یه اسلحه بود، خیلی به کارم میومد. الان میتونستم از خودم دفاع کنم. امیدم بیشتر شده بود برای اینکه فرار کنم، چون هم یه اسلحه داشتم هم یه چاقو. الان فقط یه چیزی لازم بود که بتونم درو بشکنم و فرار کنم. یه راه پله به بالا پیدا کردم، رفتم طبقه بالاتر. توی یکی از چسای آچاری پیدا کردم. با این میشد درو شکون. فکر کنم با این بتونم درو بشکنم. الان کافیه فقط منو کسی نبینه تا من به در خروج برسم. توی چستی که توی حوم پر از خون بود تونستم کلی تیر پیدا کنم. تیر پیدا کردم. داشتم به وان پر از خونش نگاه میکردم که یه دفعه من چند تا شلیک انجام دادم. این یعنی که اون یارو الان شنیده شلیکای منو. پس تصمیم گرفتم سریع کل مسیر رو بدوم و بتونم برسم به در خروج. در خروج پیدا کردم، تونستم بازش کنم. خب دیدم که وسط ناکجا آبادم. کدوم سمت برم؟ صدا بوق اونور میاد. صدا بوق از اون سمت میومد، پس تصمیم گرفتم به همون سمت برم. کجاست دیگه؟ اونا اونجا. بدو بیا. اومدم. تونستم زنده بمونم، ولی اون یارو هنوز زنده است. سلام، ترسیدی؟ نترس. حالا ماشینو از کجا آوردید مرتضی؟ راستی تو از کجا میدونستی متین؟ بهت حالا توضیح میدم تو را. همش تقصیر متین بود. ولی هنوز برام سوال بود که متین از کجا میدونست.